هدف اصلی رایزنی و مشورت‌های هم منطقه‌ای، هم بین‌المللی، هم در رابطه روابط دو جانبه با کشور چین هست. ما در طول سالهای گذشته همواره مشورت‌های نزدیک با چین داشتیم در همه موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی. خب الان طبیعی هست که شرایط حساسی هست، هم منطقه دارای التهابات مختلف هست، هم در سطح بین‌المللی مسائل مختلفی وجود داره. روابط دو جانبه ما هم الحمدلله همیشه خوب بوده و الان هم هست. طبیعی هستش که در رابطه موضوعات مختلف باید همفکری‌های خودمون رو ادامه بدیم. فکر می‌کنم که در زمان بسیار مناسب این سفر صورت گرفته. دعوت دوستان چینی ما هم برای همین زمان بود که در ابتدای در حقیقت سال جدید میلادی که چند روز دیگه شروع میشه ما با هم دیگه همفکری بکنیم، مشورت بکنیم.